نزدیک مسابقات همه آمادگی کامل دارن، ولی چطور میشه که توی اون سری مسابقات فقط یک سری افراد خاص پیروزی و قهرمانی دلچسب رو دست بیارن؟ تو این ویدیو میخوام سه راز اصلی اونها رو فاش کنم تا تو هم بتونی به موفقیت‌های خیلی قشنگتری برسی و قله‌های پیروزی رو فتح کنی. پس حتما تا آخر این ویدیو همراه باش و این ویدیو مهم رو برای دوستت بفرست. سلام، من سعید کاشانیراد هستم و یه فرمولیه که اگر به خوبی یاد بگیری و درکش کنی و به خوبی پیاده سازیش کنی بهت قول میدم مثل رافائل آقایوف میتونی موفقیت‌های خیلی بزرگی رو کسب کنی. همه ما نزدیک مسابقات از نظر جسمانی آمادگی کامل داریم، ولی اونی برنده است که از نظر ذهنی آمادگی بالایی داشته باشه، یعنی کاری کنه تا بتونه حریفش رو توی سخت‌ترین شرایط شکست بده و همین باعث میشه 10% عملکردش نسبت به رقیبش بره بالاتر و باعث میشه برسه به نقطه فینال و بتونه مدال رنگارنگی رو کسب کنه. راز اول، باید بلد باشی بیای استرس و اضطراب رو بشناسی و اون رو به خوبی درکش کنی و بعد خودتو کامل آنالیز کنی. این چیزی که 90% ورزشکارا انجام نمیدن، پس یه فرصت طلایی برای توئه. راز دوم، باید بلد باشی استرس بیش از حد خودتو که باعث حسرت خوردن تو توی مسابقات بعد از شکست میشه رو کنترلش کنی و بتونی توی مسابقات بهترین کار رو ارائه بدی. استرس خیلی چیز خوبیه، به شرط اینکه بلد باشی به نفع خود ازش استفاده کنی. راز سوم، باید بلد باشی ذهنت رو تقویت کنی و آماده کنی برای درک یه سری موضوعات تا بتونی اونها رو به خوبی انجامش بدی، تا بتونی توی مسابقات بهترین عملکرد خودت رو بذاری و همون چیزایی که یاد گرفتی و آماده شده بدنت رو به خوبی توی مسابقات کمیته و کاتا پیاده سازیش کنی و به خوبی ازش لذت ببری و وقتی که از کمیته یا کاتا میای بیرون بگی آها این همونی بود که میخواستم. مطمئنم تو هم دوست داری که سقف ذهنت رو بشکنی و بهترین خودت توی مسابقات پیاده سازی کنی. برای همین اومدم بین این همه منابع زیاد و افرادی که تو این زمینه صحبت کردن یه دوره کامل و حرفه‌ای تدارک کردم به نام دوره صعود نابغه ها، که تو این دوره کامل بهت گفتم که چطور خودتو بشناسی و استرس و اضطراب مخصوص به خودتو تشخیص بدی و بتونی استرس بیش از حد خودتو بیاری پایین و به نفع خودت استفاده کنی. و همچنین یه سری نکات رو گفتم و ترفندایی گفتم که وقتی قبل مسابقه دهنت کف میکنه و میترسی و استرس داری به خوبی بتونی اونها رو بیاری پایین، خودت تسلط داشته باشی و بتونی بهترین خودت توی مسابقه پیاده سازی کنی. برای تهیه دوره صعود نابغه ها با مبلغ 99,000 تومان، نه با تخفیف ویژه 69,000 تومان، بیای این دوره رو تهیه کنی و ازش لذت ببری. فقط کافیه همین الان روی لینک بایوی پیج ما کلیک کنی و به راحتی این دوره رو به دستش بیاری. توی دوره منتظرت هستم و حتما این ویدیو رو بفرست برای اون دوستت که استرسیه و میترسه مسابقه بده.